امروز در 2535مین نوروز شاهنشاهی ایران و در 50مین نوروز شاهنشاهی پهلوی در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست، به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران، پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمانروایی آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. 50 سال است که جبهه پیوسته شاه و ملت در گرماگرم تلاشی شکوهمند در راه رستاخیز ملی ایران است. 50 سال است که ایران سازندگی و آفرینندگی است. امروز به یقین می‌دانیم که راه ملت ایران به جانب دوران تمدن بزرگ راهی است که پیروزمندانه ادامه خواهد یافت.